چالش 5 روزه 5 اقدام طلایی برای شروع یک پروژه سئو. قبل از اینکه یک کلمه کلیدی انتخاب کنی و شروع کنی به کار کردن، اول باید سایت خودت و سایت رقیبات رو بررسی کنی تا بدونی که از کجا اصلا باید شروع کنی. ابزارهایی که روز اول به کارت میاد. ابزارهایی که برای تحلیل سایت خودت بهشون احتیاج داری، اولیش سرچ کنسوله که میتونی توش صفحات ایندکس شده، عملکرد سایت، خطاها و یه سری اطلاعات رو بررسی کنی. اما باید سایت سرچ کنسول داشته باشه از قبل، یعنی اگه سایتت صفر باشه خب این مورد به دردت نمیخوره. ابزار دومی که خیلی به کارمون میاد اسکریمینگ فراگه که توش میتونیم خطاهای سئو، ساختار سایت، مشکلات لینک ها و اینا رو بررسی کنیم. یعنی موارد تکنیکال و موارد آن پیج رو میتونیم با کمک اسکریمینگ فراگ بررسی بکنیم. ابزار بعدی که برای بررسی سرعت سایت ازش استفاده میکنیم پیج اسپید اینسایت که هم سرعت سایت رو بررسی میکنه و هم خیلی پارامترهای مختلفی رو بهمون میده که میتونیم با استفاده از اونا سرعت سایتمون رو بهبود بدیم. ابزارهایی که برای تحلیل رقبا ازشون میتونیم استفاده بکنیم یکی اچرفسه که به همون کلمات کلیدی رقبا و بکلینکاشون رو میده و سمراش که ترافیک رقبا رو به ما میده و میتونیم یه تحلیل جامعی توی اون داشته باشیم. من ریحانم و تو این چالش 5 روزه میخوام اطلاعاتی رو بهت بدم که خیلی به دردت میخوره توی پروژه ها.